با سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. کتاب دیگری رو میخوام معرفی بکنم به اسم The Myth of Experience، افسانه تجربه، به وسیله امر سویر و رابین هوگارت. اول نویسنده ها رو معرفی کنم. آقای امر سویر Behavioral Scientist هست یا دانشمند علوم رفتاری هست. تحت نظر آقای رابین هوگارت، نویسنده دیگر کتاب، دکترای خودش رو گرفته در همین زمینه تصمیم گیری و علوم رفتاری و البته ایشون کارآفرین هست و مشاور شرکت های متفاوتی بوده در زمینه تصمیم گیری و در کشورهای مختلف مثل فرانسه، آلمان، انگلستان، ترکیه در واقع شغل‌های آموزشی داشته در دانشگاه‌های متفاوت. ترک تبار هست. نویسنده دیگر کتاب رابین هوگارت هست که ایشون شناخته شده تر هست و در دانشگاه شیکاگو پست دانشگاهی داشته در زمینه علوم رفتاری. اونجا سالها کار میکرده و بعد به اسپانیا رفته و اونجا در یکی از دانشگاه‌های بارسلونا اونجا آخرین شغل دانشگاهیش رو داشته و متاسفانه البته اوایل امسال هم فوت کردن. کتاب در 2020 چاپ شده و به وسیله انتشارات پابلیک افیرز هست چاپ شده. کتاب حدوداً 200 صفحه‌ای هستش و کوتاه هستش. چرا به این کتاب علاقه‌مند شدم و چرا فکر میکنم مهمه؟ شما اگر مباحث بیهیویرال اکونومیک یا اقتصاد رفتاری رو دنبال کرده باشین، متوجه مجادله بین دو تا گروه حتما شدین، بین گرت گیگرنزر که در زمینه شهود و اینتویشن و اینکه تصمیم گیری بر مبنای شهود و اینتویشن معتبر هست و میتونه باعث تصمیمات درست بشه از یک طرف، و آقای دانیل کالمن و تیورسکی که با کتاب معروف تفکر تند و آهسته نشون دادن که تفکر بر مبنای شهود میتونه باعث خطا بشه. حتما این مجادله رو باهاش آشنایی دارید اگر دنبال کرده باشید. موضوعی که ربط داره به این قضیه به خاطر این هستش که آقای گرت گیگرنزر مبنای شهود رو تجربه میگذاره و میگه که منظور من از شهود حس ششم نیست یا اون چیزی نیست که گاهی در ادبیات در واقع مردم اینجوری مصطلح هستش که فقط خانوم ها اون رو دارن و مردان فاقد اون هستن. میگه منظور من اون نیست، منظور من شهودی هستش که در اثر تجربه وجود میاد. بنابراین این نگاه به تجربه خودش موضوع مهمی هست. باید البته یادمون باشه که خود اینتویشن یا شهود به وسیله نویسنده های خیلی زیادی در واقع مطالعه شده و یک نگاه جالب هم که در زمینه شهود وجود داره شاید قبلا معرفی کرده باشم که کتاب آقای اندرو اشتولمن بود که تئوری های شهودی ما چرا اشتباه هستند و حتی تئوری های علمی ما نمیتونن اونها رو درست کنن. وقتی البته در یکی از پادکست ها از آقای اندرو اشتولمن در مورد تقسیم بندی کانمن و تیورسکی سوال شد، گفتش که منظور من از اون شهود اون منظوری نیستش که در اون تقسیم بندی کانمن تیورسکی وجود داره. و وقتی که من بیشتر مطالعه کردم متوجه شدم که یک تقسیم بندی رو آقای رابرت مکالی در کتاب خودش به اسم چرا دین طبیعی است ولی علم نیست، Why religion is natural but science is not، اونجا
تو اون کتابش اومده یه تقسیم بندی از انواع شهود کرده. البته تو خود کتاب آقای شتولمن هم اشاره کرده به این تقسیم بندی که شهودی که ما داریم دو تا منبع داره. یکی شهودی که ذاتی هستش و مبنای اِوولوشنری داره، مبنای تکاملی داره، یعنی در گونه انسان به وجود اومده به واسطه تجربیاتی که طی سالها در طی تکامل وجود داشته و در گونه انسان انگار به وسیله اون مکانیسم جین کالچر اِوولوشن نهادینه شده به وسیله مکانیسم تکامل ژن و فرهنگ که اینا با هم در واقع مبادله دارن. و یه بخشی دیگری هستش که در اثر تجربه است، در اثر تجربه آموخته میشه، اون اینتویشنی که در اثر تجربه آموخته میشه. و توی کتاب رابرت مکالی هم به این دوگانه اشاره کرده، البته خیلی بیشتر از آقای اندرو شتولمن به این موضوع اشاره کرده و بسط داده که این موضوع باید متوجه باشیم که اینتویشن ما در واقع ظرافتی توش هست، یه بخشش قابل یادگیری، یه بخشش اینیت یا ذاتی هستش که به واسطه اِوولوشن و تکامل در گونه انسان وجود داره. و مثال‌هایی هم که میزنه مثل در مورد اون ذاتی بودن اینتویشن، میگه یه بخشایش مثل تشخیص چهره یا یادگیری زبان، اینها در گونه انسان به صورت ذاتی وجود دارن، ولی در عوض تجربیات دیگه مثل رانندگی و نمیدونم دوچرخه سواری، اینا اینتویشنی هستش که در اثر تجربه آموخته میشه. خب بد نیست که اینو داشته باشیم تو ذهنمون که برسیم به این کتاب که مبناش تجربه هستش و میگه که حالا نویسندگان این کتاب هم بیشتر به اون گروه تورسکی و کانمن تعلق دارن، بیشتر اقتصاددانهای رفتاری هستن که به اون گروه بیشتر تمایل دارن و میگن که تجربه مفید هستش و خیلی جاها میتونه کمکمون کنه، ولی یه جاهایی هم هست که نمیتونه به ما کمک کنه و در این کتاب در واقع سعی دارن این موضوع رو تو اون بخش ها معرفی بکنن که چه جاهایی هستش که تجربه نمیتونه به ما کمک بکنه. و جمله جالبی رو دارن، میگن که تجربه معلم خوبی است به جز مواقعی که معلم خوبی نیست، یعنی بار طنزی هم توش داره. کتاب رو با بیماری جورج واشنگتن شروع میکنن و میگن که خب جورج واشنگتن دچار بیماری شده بود و اون پزشکان اون دوره همه متفق القول بودن که حجامت میتونه بیماری ایشون رو درمان بکنه و متاسفانه آقای جورج واشنگتن در اثر حجامت فوت کردن و در اثر بیماری و حجامت شاید بهتره بگیم فوت کردن. و استدلال این کتاب اینه که این حجامت سالهای سال به عنوان یک درمان تیپیک شناخته میشد برای خیلی از بیماری ها، ولی البته این بر مبنای تجربه بود و پزشکان تجربه کرده بودن که آره یه عده‌ای در اثر این حجامت خوب میشن و این رو هم برای آقای جورج واشنگتن توصیه کرده بودن، در صورتی که بعدها متوجه شدن که حجامت خیلی خطرناک هست و میتونه خطرناک باشه در خیلی از موارد و نمیتونه به عنوان یه درمان استاندارد و شناخته شده در مورد خیلی از بیماری ها مورد استفاده قرار بگیره. حالا چرا تجربه ثابت کرده بود که حجامت در اون دوران خوبه؟ نویسندگان ادعا میکنن که میگن نگاه اونها بیشتر motivated reasoning بوده و confirmation bias داشتن، یعنی خطای تایید داشتن، یعنی مواردی بوده که دیدن با حجامت ظاهرا بیمار خوب شده و به این نتیجه رسیدن که خب حتما این حجامت میتونه بیماری رو درمان کنه، غافل از این که مواردی رو که حجامت باعث ضرر بیشتر به بیمار شده یا حتی بیمار رو کشته، اونها رو انگار چشم پوشی میکردن. بنابراین تجربه میتونه
به این صورت خطرناک باشه. این در واقع داره میگه که اون خطاهای شناختی ما خیلی از مواقع باعث میشن که ما تجربه رو بد متوجه بشیم و بد برداشت بکنیم و داره اون موارد رو که خیلی هاش هم شاید خطاهای شناختی باشه، اگر کل کتاب رو بخونیم شاید به این نتیجه برسیم که این مواردی که نویسنده ها دارن بهش اشاره میکنن در واقع اومدن خطاهای شناختی رو توی موضوع تجربه بررسی کردن. اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد، ولی چیزی بیشتر از اون رو داره اشاره میکنن نویسنده ها و خوبه که ما به تک تک، حالا به همه چپترها و فصلهای کتاب که فرصت نیست که به همش اشاره کنیم، ولی به چند تاش اشاره میکنم و نگاه جالبی دارن به این موضوع تجربه. اول میان میگن که خب تجربه یه سری خصوصیاتی داره که این خصوصیات مفید هستش. تجربه میگن یک روند هست، یک پروسس هستش. این در اون لحظه شما تجربه رو تجربه میکنید و یک پروداکت هست، یک محصول هست، مثل تجربه کاری هستش و این تجربه رو طی سالیان میشه به دست آورد. تجربه یک چیز شخصی هستش. تجربه شما با تجربه شخص دیگری در مورد همون پدیده فرق میکنه. اتوماتیک هست، خیلی سریع اتفاق میفته. مشوق هست به خاطر اینکه شما تشویق میشید که کار رو پی بگیرید و ادامه بدید در اثر تجربه‌ای که داشتید. اتوماتیک بودنش هم به معنای این هستش که فکر نمی کنید به سرعت، مثل اون بخشی که در مورد اینتویشن صحبت کردیم، شهود صحبت کردم، به یادگیریتون وارد میشه و خیلی سریع هستش و هم اتوماتیک. ماندگار هست و دیوربل هست و طبیعت دوم ما میشه، مثل دوچرخه سواری که باز هم این بخش با اون بخش اینتویشنش، خصوصیات اینتویشن در واقع یا شهود هم پوشانی داره. باعث مهارت میشه، یعنی مفهوم اکسپرتیز رو داریم اینجا که باز هم با اون مفهوم شهود و شهودی که باعث اکسپرتیز میشه هم پوشانی داره، مثل تنیس. و همینطور تجربه به یادگیری ما کمک میکنه، چون مجموعه‌ای هست از یک سری خاطرات، درس‌ها و ارتباطاتی که بین در واقع موضوعات متفاوت برقرار میکنیم و باعث میشه یادگیری ما تقویت بشه و به یادگیری ما کمک میکنه. بعد نویسندگان میان به یک سیکل اشاره میکنن که به وسیله یک سری از دانشمندان مثل جان دیوی، کرت لوین، ژان پیاژه، دیوید کولب و رونالد فرای تجربه رو به یک سیکل تشبیه کردن که با تجربه شروع میشه و بعد میاد بعد از اینکه با تجربه شروع کردیم میایم ریفلکشن انجام میدیم یا درون نگری انجام میدیم، در موردش فکر میکنیم. این فکر کردن خودش باعث میشه که ما مفاهیم انتزاعی رو تشکیل بدیم و این مفاهیم انتزاعی رو بخوایم ملموس‌تر بکنیم و برای اینکه اون رو ملموس بکنیم بخوایم شروع بکنیم به تجربه کردن جدید و این تجربه جدید خودش سیکل رو کامل میکنه. یعنی از تجربه شروع کردیم، فکر کردیم، در موردش مفاهیم انتزاعی تشکیل دادیم، مفاهیم انتزاعی خودش باعث شد به این که ما به این فکر بیفتیم که تجربیات جدیدی رو شکل بدیم و این تجربیات جدید خودش در واقع باعث ایجاد تجربیات متفاوت شد و سیکل رو کامل کرد. و این نگاه رو دارند و بعد موضوع بعدی که در مورد تجربه وجود داره میگه به صورت knowledge transfer هم وجود داره، یعنی دانشی رو که از طریق تجربه کسب میکنیم در سایر حیطه ها هم وجود داره. مثلا
در رقابت‌های ورزشی تنیس رو مثال میزنن. در تنیس ما هم شکست داریم، هم برد داریم، هم پرسیویرنس رو داریم، یعنی مقاوم بودن و کامپتیشن یا رقابت رو داریم. همه این درس ها رو که در تنیس یاد میگیریم میتونیم در سایر جنبه های زندگی هم ازش استفاده بکنیم و به دلایل این خصوصیاتی که تجربه داره، این لیستی که خدمتون گفتم، تجربه میتونه مفید باشه. ولی همونطور که گفتم در ادامه استدلال میکنن که اینجوری نیست که همیشه مفید باشه. جاهایی هستش که باید متوجه باشیم که تجربه درست به ما درس درست حسابی به ما نمیده و حتی 2 مقاله هم در هاروارد بیزنس ریویو دارن که در اینترنت قابل دسترسی هستش، نویسنده ها، که عنوان یکیش هستش که درس های اشتباهی که از تجربه یاد میگیریم، که در واقع یه جور برداشت از همین کتاب هست و میان در اینجا 2 مفهوم رو معرفی میکنن که شاید یکی از کانتریبیوشن ها یا مفاهیمی هستش که آقای هوگارت هدیه کرد به این behavioral economics، مفهوم محیط ویکید و محیط کایند. محیط ویکید و محیط کایند یا محیط بدجنس یا خبیث و محیط کایند یا محیط مهربان رو اینجوری معرفی میکنن که در محیط های مهربان اولا قوانین ثابت هست، تغییرات زیادی نمیبینیم. بعد فیدبک هایی که توی محیط میگیریم فیدبک هایی هستش که سریع هست، درست هست و ما میتونیم به این فیدبک ها به راحتی دسترسی پیدا بکنیم. مثل تنیس، مثال تنیس رو میزنن، میگن که خب قوانین تنیس تغییر نمیکنه، همونجوری ثابت هست. فیدبک هایی که میگیریم در طی بازی فیدبک هایی هستش که سریع اتفاق میفته، شخصی هستش و درست هستش و در عوض ما محیط ویکید رو داریم. محیطی هستش که محیط ثابت نیست، قوانین ثابت نیستند، فیدبک هایی که میگیریم شخصی نیستند، درست نیستند و فوری هم نیستند. گاهی وقتا اصلا وجود ندارند و گاهی وقتا با تأخیر زیاد به دست ما میرسن که ممکن اصلا مفید نباشه حتی اون موقع. و میگن که خیلی از در واقع شرایط زندگی ما در محیط ویکید قرار داریم و به خاطر همین ویکید بودن محیط هست که ما نمیتونیم از تجربیاتمون درس هایی بگیریم که درست هستن و بر مبنای اونها بتونیم تصمیم های درست بگیریم. و این مفهوم رو بهش اشاره میکنن. میگن در محیط های ویکید ما 2 مشکل عمده داریم: missing evidence، irrelevant information. missing evidence یعنی شواهدی که لازم داریم ولی نیستن، و irrelevant information یا اطلاعاتی داریم که ربطی به موضوع ندارن و این 2 موضوع ترکیبش باعث میشه ما از تجربه درس درستی نگیریم. و مثالی که میزنه در مورد missing evidence میگه یه مثالش مثل این هستش که شما فرض کنید یه شغلی رو انتخاب کردین در صورتی که میتونستین یه شغل دیگه رو انتخاب کنین، counter factual به قول معروف. نمیدونین که اگر اون شغل دیگر رو انتخاب میکردین چه اتفاقی میافتاد و اویدنسی براش وجود نداره و تجربه در این زمینه نمیتونه کمک بکنه. و همینطور زمانی هستش که irrelevant information وجود داره و مثالی که میزنه میگه یه جایی هستش، مکانش رو الان یادم نیست در کجا، در آمریکا هستش، میگه خیابونی هستش که به نظر میاد سربالایی هستش و آب رو وقتی که تو این خیابون میریزین به نظر میاد که این آب داره به سمت بالا جریان پیدا میکنه. اینجوری به نظر میاد که این
آب داره سربالایی میره و این درس رو به شما یاد میگه که خب آب سربالایی هم میتونه بره، در صورتی که اینجا ما اطلاعاتی رو داریم که بر اساس توهم بینایی هست، اطلاعات واقعی و دقیق رو نداریم و اشتباه برداشت میکنیم و تجربه به ما درس اشتباهی میده. البته مثالهای بهتری هم داره در طول کتاب که این دوتا موضوع رو بیشتر معرفی بکنه و من به اونها هم خواهم پرداخت، ولی در شروع کتاب این دوتا مثال رو میزنه و میگه که در سراسر موضوع تجربه ما با این دوتا موضوع همیشه مواجه هستیم و باید مواظب باشیم که کجاها شواهد وجود ندارن، شواهدی که نیاز داریم، و کجاها اطلاعات اضافی داریم که ربطی به موضوع نداره. و میگه که موضوعی هم که در رابطه با تجربه داریم اینه که ما غالبا درسایی که از تجربه میگیریم دیگه خیلی تجدید نظر نمی کنیم و تجدید نظر کردن در موردش برامون سخته. یعنی درسی که از تجربه میگیریم به سختی عوض میکنیم و این باید یادمون باشه که باید قابلیت تجدید نظر رو هم داشته باشیم. و میاد میگه که باید از این توهم تجربه رهایی پیدا کنیم و در این کتاب داره در واقع به راههایی اشاره میکنه که چطور میتونیم از این توهم تجربه هم دور بشیم. فصل اولش رو اختصاص داده به داستانهایی که دروغ میگویند. در واقع این داستانها از تجربه ناشی شدن ولی داستانهایی هستن که دروغ به ما میگویند و وقتی تجربه به یک داستان ساده تقلیل پیدا میکنه. میاد در این فصل به آزمایش هایدر و همکارش، الان اسمش یادم نیست، فکر کنم میسل بود اگر اشتباه، هایدر و میسل، که اینا یه آزمایش روانشناسی رو در دهه 40 میلادی انجام دادن که این آزمایش توی این آزمایش توی یک روی یک مانیتور کامپیوتر یا تلویزیون بگیم، شاید اون موقع اونقدر پیشرفته نبوده، اشکال هندسی رو به آزمایش گروه هایی که تست میکردن و آزمایش میکردن نشون دادن. این اشکال هندسی بودن که حرکت میکردن روی مانیتور، مثلا مثلث بودن و فکر میکنم 2 تا مثلث، یکی بزرگ یک کوچیک و یک دایره و یک مستطیل بزرگ با که انگار مثلا فضایی مثل یک اتاق مانند مثلا، و اشکال هندسی تو این مانیتور حرکت میکردن و بعد از اینکه حدوداً مثلا 1 یا 2 دقیقه بود این کل طول فیلم، و بعد از اینکه این فیلم رو میدیدن از شرکت کننده ها میخواستن بپرسن که خب شما چی دیدین، و چیزی که از شرکت کننده ها پاسخ میدادن خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه اونها خیلی داستانهای عجیب غریبی میگفت. عجیب غریب که خب حالا به دلیل اینکه شخصیت انسانی به اون اشکال هندسی میدادن، مثلا میگفتن که انگار اینجا یه رقابتی وجود داره یا یک داستان عشقی وجود داره بین اون اشکال، به عبارت آنتروپومورفایزش میکردن، شخصیت انسانی به اون اشکال میدادن. و داره در واقع نویسندگان این کتاب میگن که ما خیلی به سرعت شروع میکنیم به داستان سرایی و سعی میکنیم یک داستان ساده و ظاهرا منطقی رو برای خودمون درست کنیم و این ذهن ما رو، خصوصیت ذهن ما رو نشون میده که چقدر داستان سرا هست. که در مورد این البته کتاب‌های جالبی هم چاپ شده، مثل حیوان قصه‌گو که به فارسی چاپ شده، نویسندش هم جاناتان گاتشال هست، و کتاب بعدیش هم در مورد تناقض داستان هست یا The Story Paradox، که چقدر ذهن ما، کتاب اولش میگه چقدر ذهن ما داستان سرا هست و چقدر تمایل به داستان سرایی داره،
و در کتاب بعدیش میگه چند این داستان سرایی گاهی میتونه خطرناک باشه. The Story Paradox جاناتان گاتشال. حالا کاری نداریم به این دوتا کتاب. بعد پس یک ذهن ما داستان سرا هستش. دومی ذهن ما اسوسییشن رو با کاز اند ایفکت اشتباه میگیره. گاهی وقتا منظور این هستش که گاهی وقتا دو تا چیز که همزمان اتفاق میفته تمایل به این پیدا میکنیم که یکی رو دلیل دیگری بدونیم، سریع براش یک علیت تعریف میکنیم که خب این بعد از این اتفاق افتاد، بنابراین میتونه دلیل اتفاق افتادن اون باشه. و همینطور که ما داستان درست میکنیم یا این علیت رو ایجاد میکنیم که بین دو تا واقعه رندوم و تصادفی وجود داره، میتونیم داستانهایی رو بسازیم که آینده رو هم پیش بینی میکنیم. نه تنها ما داستان میسازیم، بلکه میایم بر اساس اون داستانمون پیش بینی هم میکنیم. و میگه این داستانها خب خیلی به ما کمک میکنن. به چند دلیل. به این دلیل که خب میتونن یک روال منطقی ایجاد بکنن، میتونن باعث بشن که ما خوب یاد بگیریم داستان رو، میتونن باعث بشن که اون داستانی که یاد گرفتیم به دیگران انتقال بدیم. و همونطور که گفتم به ما قدرت پیش بینی میده داستان، که خب حالا که این داستان به این صورت هست پس میتونیم بر اساس اون یه پیش بینی هم بکنیم. و میگه که خب نویسنده ها میگن که این توانایی داستان خطرناک هست و باید مواظب باشیم که این داستانی که میسازیم میتونه اشتباه باشه. بعد مورد دیگه ای رو که مثال میزنن، البته تو اون کتاب Story Paradox مثال های زیادی رو زده که چرا این داستان ها میتونن خطرناک باشن و کتاب هم اشاره کرده به کارهای جاناتان گاتشال. مورد بعدی که داستان‌ها میتونن در واقع اشتباه بکنن اینه که داستان‌ها عامل رندومنس را نادیده میگیرند. مثل موضوع regression to the mean که در کتاب دانیل کانمن تفکر تند و آهسته بهش اشاره کرده. اینکه بعضی وقتها پرفورمنس یا اجرای یک قهرمان بالا پایین داره. اینجوری نیست که همیشه عالی باشه، گاهی وقتا برعکس بدتر میشه، به حد متوسط میرسه. و در مورد قهرمان‌های معمولی هم همینجور ممکنه بعضی وقتا معمولی باشن، یک دفعه اون وسط مثلا یک پرفورمنس یا اجرای فوق‌العاده داشته باشن. ولی در مورد اون قهرمان‌های خیلی موفق میگه که regression to the mean وجود داره، یعنی گاهی هستش که اونا برمیگردن به سطح معمولی و اینو ما نادیده میگیریم و براش علیت میتراشیم. و مثالی که تو کتاب میزنه میگه که یک چیزی باب شده بود که عکس قهرمان‌های ورزشی رو اونایی که فوق‌العاده موفق بودن میومدن پشت مجله خاصی، الان اسمش یادم نیست، مجله خیلی خاصی چاپ میکردن و خیلی دیگه میگفتن فلان ورزشکار در مسابقه بعدیش مثلا قرار کولاک بکنه یا مثلا یه واقعی عجیب غریبی رو رقم بزنه، به معنای اینکه خب یه موفقیت خیلی بزرگی کسب بکنه. بعد متوجه می شدن که نه، اون ورزشکار نه تنها اون موفق نشد بلکه عملکرد خیلی عادی رو داشت. و این موضوع برای چند تا قهرمان تکرار شد و بعد اومدن یه علیت ساختن، گفتن انگار که این چاپ کردن عکس این قهرمانا پشت این جلد مجله باعث میشه که اینا عملکردشون کم بشه. یعنی فوراً یک داستان علی درست کردن برای این قضیه، غافل از اینکه این یک قضیه regression to the mean هستش. یعنی عملکرد قهرمان ها همیشه اون بالا باقی نمیمونه بلکه یه روند رندومنس هم توش هست، گاهی وقتا پایین میاد. موضوع بعدی در واقع اشکال داستان ها رو داشت میگفت، داستان هایی که زمان را تحریف میکنند.
مثالی که میزنه میگه که فرض کنین یه رئیس جمهور جدید میاد سر کار و فوراً شما متوجه میشید عجب تغییرات صورت گرفت و همه چی انگار مثلا بهتر شد. میگه اینطوری نیست، در واقع اون تغییرات یک شبه اتفاق نمیفته و نمیتونیم بگیم که خب با ظهور این شخص مثلا یه دفعه همه چی تغییر کرد و این در واقع تأثیرات کارهای رئیس جمهور قبلی بوده، منتها زمان نیاز داشته که به این تأثیرات برسیم و همزمانیش با ظهور رئیس جمهور جدید این معنی رو برای ما متبادر کرده که آره مثلا این تغییرات جدید به وسیله رئیس جمهور جدید اتفاق افتاده. یعنی در واقع اون عامل تغییر و که در اثر زمان رخ میده رو در واقع ما نادیده گرفتیم. مورد بعدی در مورد داستان میگه که داستان‌هایی که بیش از حد عمومیت میدهیم. 2 مثال میزنه، مثل داستان استریوتایپینگ. استریوتایپینگ اون خطای شناختی هستش که ما قائل میشیم به این که مثلا چند نفر از یک قبیله خاص، نژاد خاص، نمیدونم افرادی از یک شهر خاص، ملیت خاص رو میبینیم و بعد تعمیم میدیم به کل اون نژاد، گروه خاص یا ملیت خاص. مثلا میگیم فرض کن چند نفر در مورد سیاه‌پوستا خیلی شایع بود که آره سیاه‌پوستا مثلا اینطوری هن یا آلمانیا یه همچین خصوصیتی دارن. شروع میکنیم تمایل داریم به اینکه استریوتایپ کنیم اونها رو و یه برچسب خیلی عمومی به همه‌شون بزنیم. یا هیلو ایفکت رو مثال میزنیم، اثر هاله‌ای که باز یک خطای شناختی هست دیگر هستش که میگه که فردی رو که مثلا خوش چهره هستش فکر میکنیم این رئیس جمهور بهتری میتونه باشه برای ما، یا که آزمایشات شبیه به این رو هم در واقع انجام شده و انجام دادن در مردم. یا فردی رو که خوش سیما هست ممکنه تواناتر در کاری بدونیم، یعنی تواناییش یا خصوصیتش رو در یک دومن تسری بدیم به موفقیتش در دومن دیگری که ربطی به اون قضیه نداره. یه همچین داستانهایی رو ممکنه بسازیم و این باعث خطا میشه. و مورد بعدی داستانهایی که سلف فولفیلینگ هستن، یا داستانهایی که پیشگویی های خودساز هستن. مثالش به این صورت هستش که فرض بکنید شما وارد یک شغلی شدید، از اول خودتون چیز ندارید نسبت بهش، فکر میکنید که نه من تواناییم خوب نیست و اون پیشفرض شما در واقع کمک میکنه به نوع عملکردی که انجام میدید، یعنی تأثیر میذاره روی عملکردتون. یعنی همونطور که فکر میکنید نه من برای این کار خوب نیستم، عملکردتون ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره و واقعا هم خوب عمل نکنید و اون برداشت اولیتون باعث بشه به یه نتیجه‌ای برسین که از قبل انگار معلوم بوده، یعنی سلف فولفیلینگ پروفسی بهش میگن. یا مثال دیگهش در مورد کارفرماهایی هستش که در مورد پرسنل خودشون در واقع نظر خودشون رو در واقع ارزیابی پرسنل هستش به وسیله کارفرما، که یه ممکنه بعضی از کارفرماها یک ایمپرشن یا تاثیر اولیه منفی نسبت به یک کارمند داشته باشن و اونو حتی با عملکرد خوب پرسنل نتونن عوض بکنن، به دلیل اینکه اون عملکرد اولیه‌شون نه تنها عملکرد بلکه اون تأثیر اولیه یا ایمپرشن اولیه خوبی رو روی کارفرما نگذاشتن و کارفرما اون پیشبینی اولیه خودش رو با در واقع مورد استفاده قرار میده برای ارزیابی عملکرد کارمند، در صورتی که عملکرد کارمند میتونه کاملا خوب باشه ولی اون برداشت اولیه چون منفی بوده منجر میشه به اینکه در واقع کارفرما نظر منفی خودش رو
کماکان حفظ بکنه و حتی نتونه اون مسائل مثبت یا خصوصیات مثبت کارمند رو ببینه و بعد منجر به این میشه که به این نتیجه برسه که آره اون فرست ایمپرشن یا برداشت اولیه من درست بود و این ارزیابی که من کردم این هم نشون میده. پس این هم یک جنبه منفی دیگه بود و نویسنده ها هوگارت و سویر میگن که باید شروع کنیم به داستان‌های واقعی ساختن. برای این کار باید یه مقدار اسکپتیک باشیم نسبت به داستان‌هایی که میشنویم، یعنی شکاک باشیم و به خصوص در مورد داستان‌هایی که خیلی شسته رفته، خیلی تر و تمیز هستن حتی بیشتر شک بکنیم و از خودمون بپرسیم که آیا روایت دیگری هم میتونه در اینجا وجود داشته باشه؟ چه چیزهایی هستش که ما نادیده گرفتیم؟ و میگه بعد از اینکه ما ستوری اسکپتیک شدیم بیایم ستوری ساینتیست بشیم. بعد از اینکه شکاک شدیم بیایم روال علم رو پی بگیریم و اگه میتونیم روال علمی به این صورت هستش که آزمایش کنیم ایده رو. خب حالا که این یک چنین داستانی وجود داره، آیا چیزی هستش که بتونیم اونو در عمل هم اگر خطرناک نباشه و عواقب زیادی نداشته باشه یا در مقیاس کوچیک بتونیم انجام بدیم، آزمایشش کنیم. و میان مثال چیز رو میزنن، مثال دیسکریمینیشن نسبت به خانم ها در گرفتن مشاغل علمی. اون دیدگاه منفی رو که وجود داره نسبت به خانم ها در گرفتن مشاغل علمی، با این مثال نشون میدن که خب میگن که خب اگر ادعا میکنید که واقعا یه همچین تبعیضی برای خانم ها وجود نداره در گرفتن مشاغل شغلی، بیایم مثلا یکی از راهایی که میشه اینو آزمایش کرد اینه که خب سی وی ها یا اون رزومه هایی که پست میشه و به شرکت ها یا در دانشگاه در مشاغل علمی بدون اسم باشه و جنسیت در اونها ذکر نشده باشه، تا به این وسیله شاید واقعا میتونیم تست بکنیم که آیا واقعا تبعیضی وجود داره یا نه. یعنی راهی برای تست کردن اون قضیه پیدا بکنیم برای اینکه اون داستان رو داستان واقعی بکنیم، یعنی داستانی باشه که روایت واقعی رو به ما. بعد کار دیگه ای که میگه میتونیم بکنیم counterfactual thinking هستش. اینو از کتاب فارسایتد ذکر کردن. خود نویسندهش هم استیون جانسن هست، فکر کنم به فارسی هم ترجمه شده، فارسایتد. و counterfactual thinking این هستش که خب این اتفاق افتاده ولی چه اتفاقی میتونست بیفته که نیفتاده، به این میگن counterfactual thinking. و برای اینکه اینو عملی بکنیم چند تا راه هستش. بعضی وقتا واقعا عملی نیست چون هر چیزی رو نمیشه متوجه بشیم چون وقایع پیچیده هستن، ولی برای اینکه این کار رو عملی بکنیم یه 2-3 تا در واقع مثال میزنن که چجوری میشه این کار رو عملی کرد. سیناریو پلنینگ یعنی وقتی که تصمیم گیری میکنیم سناریوهای متفاوت رو در نظر داشته باشیم که اگر این موضوع اتفاق افتاد خب چه برنامه‌ای براش هست، اگر اتفاق نیفتاد چه اتفاقهای دیگه‌ای میتونه بیفته، برای اونها چه سناریوهایی رو در نظر بگیریم. یکی این هست. سیمیولیشن یا شبیه سازی هستش که خیلی وقتا به وسیله کامپیوتر انجام میشه و میتونه کمک بکنه. اینجوری هم نیست که بگیم که اینا 100% واقعا اکیوریت یا درست هستن. شبیه سازی حالا چه به وسیله کامپیوتر یا چه به وسیله مدل های کوچیک، درست کردن مدل های کوچیک. یا روش سومش appointment of a devil's advocate، استخدام کردن یا به کارگیری یک شخصی که با عقاید شما مخالفه. یعنی کسی هستش که عقاید شما رو نمیپذیره و خب این در واقع کمک میکنه به اینکه شما
سناریوهای دیگری رو هم در نظر داشته باشین، موارد دیگری رو در نظر داشته باشین که خودتون ندیدین و اون devil's advocate ترجمه فارسی براش وجود نداره دیگه، یعنی حامی شیطان میشه معنی تحت لفظش، ولی در واقع معنیش این میشه که کسی میشه که با عقاید شما در تضاد هستش و عقیده دیگری رو پیشنهاد میکنه. میگه خب از اونام استفاده بکنیم، ببینیم اونا چی میگن، شاید اونا سناریوهای دیگری رو در نظر دارن که شما اصلا فکرشو نکردید. پس این سه تا راه counterfactual thinking هستش. راه های دیگه هم هستش و میگه بیگ دیتا رو باید در نظر داشته باشیم. الان که به اطلاعات زیادی در اختیارمون هست به واسطه دیجیتالی شدن همه چیز، میتونیم از اطلاعات بیگ دیتا استفاده بکنیم. البته باید یادمون باشه همونطوری که تو اون کتاب انتروویژن گفتم و اونجا توصیه شد، بیگ دیتا بخشی از ماجراست. بخشی از ماجرا به وسیله فیلد اکسپریمنت باید تکمیل بشه، یعنی حضور در اون جامعه، حضور واقعی در فیلد و تجربه کردن. در واقع اینجا اون نگاه انتروویژن میگفت تجربه مهمه، اینجا تو این کتاب داره عکسشو میگه. ولی تو اون باید حالا بیشتر توضیح بدم که توی کتاب انتروویژن تجربه ای رو میگه که در فیلد هست و قابل آزمایش هست و آزمایش هم میشه و قابل تایید به وسیله دیگران هست و تجربه شخصی به تنهایی نیست. پس به یادمون باشه که منظور اون نیست که کتاب انتروویژن داره اشتباه میکنه، چون اونم داشت میگفت که نگاه انسانشناسانه که منظور تجربه مستقیم در محیط و تست کردن ایده ها در محیط و تایید اون به وسیله آزمایشات بود، باید با نگاه بیگ دیتا تکمیل بشه. و اینجا هم داره در واقع همین ایده رو میده. میگه بیگ دیتا باید به ما کمک بکنه جاهایی که اکسپریانس میتونه اشتباه بکنه. بعد در مورد سلف فولفیلینگ پروفسی، مشکلی که در مورد سلف فولفیلینگ پروفسی اتفاق میفته اینه که دیدگاه قبلی ما به نتیجه گیریمون روی نتیجه گیریمون تاثیر میذاره. میگه بیایم به این فکر کنیم که خب مثالی رو میزنن، میگن پیشبینی هوا یه جوری هستش که عقیده قبلی ما نمیتونه روی اون پیشبینی وضع هوا تاثیر داشته باشه. بیایم وقتی تصمیم گیری میکنیم بپرسیم از خودمون آیا این تصمیمی که داریم میگیریم مثل پیشبینی هواست؟ یعنی تصمیم گیری ما روی ارزیابی ما تاثیر داره یا نه؟ یعنی اون ایمپرشن اولیه ما یا برداشت اولیه ما روی ارزیابی نهایی ما تاثیر داره یا نه؟ که معمولا هم احساسی هستش دیگه، یعنی بر مبنای لاجیک، منطق نیست. میگه اگر دیدیم که اینجوری هست، باید یه مقدار در واقع دیدگاه‌های دیگران رو هم ازشون پرسیده بشه و مبادا که ما دوچار این موضوع شدیم که اون عقیده شخصی اولیه‌مون روی ارزیابی نهاییمون تأثیر گذاشته. مثال‌هایی که میزنه میگه خیلی مواقع اینجوری هست، در مدیریت، رهبری، استخدام، ملاقات با افراد جدید. میگه اینا مثل پیشبینی هواشناسی نیستن و باید مراقب باشیم که دیدگاه‌های اولیه ما روی نتایج تأثیر نذارن. خب این فصل اینجا رو تموم میشه. فصل اول در مورد داستان‌هایی بود که ما رو به اشتباه میندازن. میریم سراغ فصل دوم، بینش‌های گم شده وقتی تجربه پتانسیل خلاق رو محدود میکنه. در مورد خلاقیت هست و اینکه تجربه ذاتاً با خلاقیت در تعارضه، چون طبق تعریف خلاقیت چیزی هستش که در گذشته اتفاق نیفتاده، این تجربه قبلی نمیتونه به ما کمک. کتاب مثالش رو هری پاتر رو مثال میزنه و میگه که خب این هری پاتر چیزی بود که قبلا وجود نداشت و کسی هم پیش بینی نمیکرد که اصلا یه همچین داستانی اینقدر معروف بشه و طرفدار پیدا کنه. یا گوگل، خود گوگل رو مثال میزنه، میگه که گوگل
خود گوگلیا میخواستن گوگل رو بعد از چند سال به قیمت 1.6 میلیون دلار به فروش بذارن و کسی خریدارش نبود. یعنی قیمتی که در واقع اگر کسی پتانسیل گوگل رو متوجه میشد و اینکه چقدر گوگل گسترش پیدا کرد و اپ‌های متفاوت و کاربردهای متفاوت رو ایجاد کرد درک میکرد، شاید در واقع متوجه پتانسیلش میشدن و میگه که خود گوگلیا متوجه این پتانسیل نبودن که به یه همچین قیمت پایینی حاضر شدن اونو بفروشن. و میگه توی محیط خلاق، توی محیطی که با به خلاقیت نیاز داریم، یک محیط ویکید هستش. یعنی چیزی نیستش که تجربه قبلی بتونه به ما کمک بکنه. و میگه البته این تنها ماجرا نیست. ما یه بخشش در مورد داستانی هستش که در مورد خلاقیت درست میکنیم، چون ما داستانهای موفقیت‌های یک شبه رو در مورد خلاقیت میشنویم که فلان شرکت یا فلان ایده یک موفقیتی کسب کرد، در صورتی که واقعاً پشت اون ایده سالها شاید رنج و مرارت و سختی هایی بوده که ما این داستانی که از خلاقیت روایت میشه در واقع اونها رو نادیده میگیره و یک داستان غیر واقعی از خلاقیت به ما ارائه میده. شاید هم بشه اونها رو باز به قوی سیاه نسیم طالب تشبیه کرد، چون اونها هم وقایعی هستن که ریر به ندرت اتفاق میفتن ولی تأثیرات عمیقی روی محیط دارن و در واقع آینده‌ای هستن که شباهتی به گذشته ندارن. یعنی گذشته نمیتونه اونها رو به ما کمک بکنه که بتونیم آینده رو پیش بینی بکنیم. و حتی میگه که اگه این داستان هری پاتر رو نویسندش رو دنبال کرده باشین، جی.کی رولینگ، میگه که خیلی مواجه شد با اینکه خیلی از ناشرا کتاب ایشون رو چاپ نمی‌کردن و میگه که نهایتا ایشون با اون پرسیویرنس و طاقتی که داشت و مداومتی که داشت تونست نهایتا کتابش رو چاپ بکنه. ولی میگه که این خودش نشون میده که ما یه سری از داستانهای موفقیتی رو داریم که به این مرحله نمیرسن به دلیل اینکه مخالفت‌هایی که در اثر تجربه باشون میشه و ناشرهایی که هستن که کتاب‌های اینجوری رو چاپ نمی‌کنن و چه بسا اون نویسنده‌اش اونقدر مداومت و پشتکار نداره که بخواد مثلا ثابت بکنه که نه، پشت این ایده‌اش در واقع داستان خوبی هست. و اینجوری چقدر ما داستان‌های موفقیتی رو که میتونستیم داشته باشیم نداریم، حالا چه توی انتشارات کتاب باشه یا چه تو موضوعات متفاوت باشه. و بنابراین تجربه اینجا رو هم در واقع نقص داره و نشون میده که ما همه داستان رو در مورد خلاقیت نمیدونیم. بنابراین این میگه که عدم توانایی تجربه در پیشگویی آینده متوجه میشه که عدم توانایی تجربه در پیشگویی آینده باعث میشه که ما یک سری نوآوری ها رو در واقع جلوش رو بگیریم به واسطه اینکه اینا در تناقض با تجربه ما هستن و تجربه ما میگه که این فلان موضوع مثلا نمیگیره یا به درد نمیخوره. و داستان دومش همونطور که گفتم اینه که داستان‌های موفقیت داستان‌هایی هستن که داستان کاملی نیستن، چون اون رنج‌ها، مرارت‌ها، شکست‌هایی که پشت این واقعه هست رو نشون نمیدن معمولاً توی مس مدیا. موضوع دیگری هست در مورد تجربه، اون توهم اوریجینالیتی هستش. یعنی داستان‌هایی که میشنوین اغلب فکر میکنین که آره یک شخص خاص نبوغ خاصی داشت و به این مسئله رسید، در صورتی که واقعیت اینجوریه که اون شخص به قول نیوتن بر شونه آدم‌های بزرگی نشسته و به اون موفقیت دست پیدا کرده. در واقع موفقیت یک
موفقیت گروهی بوده و ناشی از تلاش یک شخص نبوده. در صورت یک داستان حالی که در مورد موفقیت هست و در تجربه ما باش برخورد میکنیم، این هستش که یک شخص به تنهایی باعث تغییر عمده‌ای شد و این اینویشن رو ایجاد کرد و این توهم رو در ما ایجاد میکنه که آره فلان موضوع رو میشه مثلا به وسیله یک شخص یا یک گروه خاص حل کرد، در صورتی که واقعیتش اینجوریه که مشکلات پیچیده تر اون هستن که به وسیله یک شخص یا یک گروه خاص حل بشه. اشکال دیگه‌ای که تجربه داره در مورد خلاقیت اینه که تجربه خودش باعث تانل ویژن میشه، یعنی دیدگاه تونلی یا inattentional blindness، کوری ناشی از بی‌توجهی ناشی از تانل ویژن یا نگاه یک سویه داشتن. و میگه که خب تجربه طبق تعریف به یه سری مسائل خاص توجه میکنه و مسائلی که ظاهراً ربطی به موضوع نداره رو جدی نمیگیره، در صورتی که طبق تعریف خلاقیت اصلا اینجوری هستش که مواردی رو خارج از گود و خارج از فریم اصلی معرفی میکنه و باعث ایده جدید و تولید محصولات جدید میشه. البته اومدن حالا مثالی که در مورد inattentional blindness میزنن مثال همون آزمایش معروف دانیل سایمونز هستش که و همکارانشون هستش که به افراد گفتن که تعداد پاسای بسکتبالی که رد و بدل میشه بین یک تیم رو بشمارن و وسط اون بازی بسکتبال یه فردی با لباس میمون از یک طرف زمین وارد میشه و از طرف دیگه خارج میشه و شرکت کننده ها وقتی که کاملا مجذوب شمردن تعداد پاسا میشن نمیتونن اون شخص با لباس میمون رو ببینن. این مثالی از inattentional blindness هست یا تانل ویژن که وقتی ما دیدگاهمون فقط ناشی از تجربه متمرکز بشه به یک موضوع یا موضوعات خاص، ما نمیتونیم همه تصویر رو ببینیم و برداشت درستی داشته باشیم. البته بعد میان یک آزمایشی اشاره میکنن، میگن که آزمایشات نشون داده که تجربه در یک دومن میتونه به گسترش خلاقیت در دومن دیگه کمک بکنه، ولی میگن که باز با این وجود این یک موضوعی نیستش که گارانتی باشه، یعنی حتمی نیست. با وجود اینکه این تحقیقات این رو نشون داده ولی در عمل این موضوع گارانتی نیست. و دو تا اشکال دیگه تجربه رو اینجا بیان میکنن. یک، functional fixedness، تثبیت عملکردی اگه بخوایم ترجمهش بکنیم. مثال قوطی پونز یا فکر کنم اگه اشتباه نکنم چوب کبریت، قوطی چوب کبریت و شمع رو مثال میزنه که از افرادی که در این آزمایش شرکت کردن خواسته میشه که این شمع رو به دیوار وصل بکنن و افرادی که دوچار تانل ویژن هستن نمیتونن متوجه بشن که این در واقع چوب کبریت، ببخشید اون جعبه چوب کبریت میتونه خودش به عنوان نگهدارنده شمع مورد استفاده قرار بگیره و به وسیله پونس هم فکر میکنم که آزمایش هست، به وسیله اون پونس به دیوار متصل بشه. و بالعکس اگر تانل ویژن نداشته باشین میتونین دوچار این فانکشنال فیکسدنس یا ثبات عملکردی در مورد عملکرد جعبه چوب کبریت نشین و از اون بخواین به عنوان یک کاربری جدید براش ببینید و ازش به عنوان یک ابزار دیگه استفاده کنید. ولی تجربه میگه که معمولاً باعث این اشکال فانکشنال فیکسدنس میشه. اشکال بعدی دیگهش کامپتنسی ترپ هستش.
یا دوچار این مشکل میشن اونایی که خیلی به تجربه تکیه میکنن بدون توجه و تفکر، که معمولاً باعث میشه که اون شخصی که در اون کار تجربه زیاد پیدا کرد خیلی کامپیتنت میشه، خیلی توانا میشه و تو اون گیر میکنه، جوری که همه مشکلات رو میخواد فقط از دریچه ابزاری که اون تجربه در اختیارش قرار داده حل بکنه. و مثال واضحی که میزنن، میگن اگر شما چکش باشین همه چیز رو میخ میبینید و سعی دارید که همیشه مشکلاتتون رو از طریق اون ابزاری که دارین حل بکنین، در صورتی که واقعیت اینجوریه که مشکلات واقعا پیچیده هستن و به ابزارهای متفاوتی نیاز دارن. بعد میگه حالا خب چیکار باید بکنیم؟ چگونه به این مشکلاتی که در مورد خلاقیت به وسیله تجربه وجود داره فائق بیایم؟ مثالی راه حلی که ارائه میدن، میگن نویسنده ها میگن some time and space for autonomy. some time and space for autonomy یعنی به پرسنل، حالا اگر بخوایم توی یک شرکت بررسی کنیم موضوع رو، میگه به پرسنل باید وقت و زمان و اپورتونتی یا شانس رو بدیم و زمان و اسپیس، فضا رو بدیم که اینها یه زمانی برای خودشون داشته باشن، که اینها بیان به وسیله ایده های خودشون شروع کنن به راه حل پیدا کردن. میگه اول از همه باید بدونیم که اینجوری نیست که خلاقیت کاملا در تضاد باشه با تجربه، چون برای اینکه شما بخواید راه حل‌های خلاق داشته باشین باید یه ایده از اون موضوع داشته باشین که این خب نیاز به تجربه داره. بنابراین یه تجربه کاملا هم مخالف با خلاقیت نیست، یه ایده‌ای باید داشته باشین. و میگه که شرکت هایی هستن مثل، حالا مثال هاش چند تا شرکت هستش، یکی از اونها گوگل هستش که میگه که اومدن شرکت هایی مثل گوگل، 3M و زیراکس پارک، اینا اومدن به افراد فضا و زمان میدن که اینها بتونن پروژه خودشون رو دنبال بکنن و راه حل هایی رو پیدا بکنن بر اساس تجربیات خودشون و دیگران و بتونن از این طریق تمرکز بکنن به راه حل های دیگر و متفاوت. این قسمت رو که خوندم یاد کتاب لونشات افتادم که نویسندش یه فیزیکدان خیلی در واقع شناخته شده هست به اسم صافی باکال که در دولت اوباما هم منصب داشت به عنوان مشاور. کتاب لونشات البته به فارسی چاپ شده به اسم، فکر میکنم، طرح‌های جنون آمیز در سال 2019. تو اون کتاب که بیشتر کتابش در مورد شرکت ها هستش، میگه باید بیایم کارمندا رو به دو گروه تقسیم کنیم، آرتیست و سولجر، هنرمند و سرباز، و نه تنها به دو گروه تقسیم کنیم که اینها رو هم با هم در ارتباط قرار بدیم، ارتباط دائمی، جوری که به هم بتونن فیدبک بدن. کار گروه آرتیست اینه که اینها شروع کنن به ایده پردازی و ایده دادن، فقط کارشون این باشه، خیلی به تولید کاری نداشته باشن، فیدبک البته بگیرن از گروه سولجر که کارشون کارهای تولیدی و تکراری و بدون خلاقیت هست، ولی کار گروه آرتیست بیشتر تمرکز داره بر ایده دادن و گروه سولجر یا سرباز کارشون کارهای تکراری هستش که متضمن خلاقیت نیست. یاد این کتاب افتادم که در مورد دادن اتونومی به افراد صحبت میکرد.
یعنی یک جایی رو بذاریم که افراد خلاقیت خودشون رو از طریق راههایی که خودشون میدونن نشون بدن. و همونطور که میدونین خب به هر حال این یادآور کتاب فلو هم میتونه باشه که خب خیلی معروف هست، یا کتاب جریان ترجمه شده ولی خب خیلی اونجوری قابل ترجمه به جریان نیست. حالت فلو حالتی هستش که شما کاری رو انجام میدین که دوست دارین. یعنی وقتی که به شما فضا و زمان میدن که کاری رو شروع بکنید یا راه حل‌هایی رو ارائه بدید که بر مبنای اسکریپت از قبل تعریف شده نیست، شما ذهنتون شروع به فعالیت میکنه و در حالت فلو قرار میگیرین. وقتتون رو جوری استفاده میکنین که دوست دارین و مشغول فعالیتی میشین که در شما حالت فلو ایجاد میکنه. حالت فلو هم حالتی هستش که شما زمان رو درک نمیکنین، مشغول فعالیتی هستین که چالش برانگیزه ولی چالشش جوری نیست که خیلی غیر قابل حل باشه. این تعریف حالت فلو این هستش که انقدر شما اون رو دوست دارین و مجذوب اون کار هستین که گذر زمان رو حس نمی‌کنین و کارش دارای چالش هست ولی چالشش از اون چالش‌های غیر ممکن نیست. یادآور اون هم هست، یعنی در واقع وقتی افراد رو توی این موقعیت قرار میدین و میگه در واقع برای اینکه این کار رو انجام بدیم 3 تا راه حل داریم. 3 تا راه حل پیشنهاد میکنه. هابی هکینگ که میگه افراد رو آزاد بذاریم که بیایم اجازه بدیم از سرگرمی هاشون در پرابلم سولوینگ استفاده کنن، در حل مشکل. و مثالی که میزنه میگه ایجی ناکاتسو اومد از علاقهش به پرنده استفاده کرد و الهام گرفت از نوک پرنده شاهماهی برای طراحی نوک قطارهای بولیت و مشکل در واقع حالا فکر میکنم استکاک زیاد بود رو به این طریق حل کرد. هابی هکینگ یک موردش هست. راه حل دوم که اینا ارائه میدن نویسنده ها escape to passion که اینو میگن در مدارس باید اجرا بشه. گریختن یا حالا گریختن که نمیشه گفت، اسکیپ اینجا استفاده کرد، رفتن سراغ پشن، رفتن سراغ اون چیزی که شما عمیقاً بهش علاقه دارین و پشن شما هست. و میگن در مدارس ما ایدمون اینه که توی ایژوکیشن یه سری درس ها هستش که دانش آموزا دوست ندارن اونا رو، میگن که یه کاری بکنیم یه سطح اولیه‌ای از اون علم رو به دانش آموزا یاد بدیم ولی دیگه ازشون نخوایم که خیلی سراغ اون موضوع برن، در عوض بیایم بگیم که یه زمانی رو اختصاص بدیم به دانش آموزا بگیم که خودت انتخاب کن که تو اون ساعت چی کار میخوای بکنی و به چه کاری که دوست داری و علاقه‌مندی و پشن و اشتیاق خودت هست به اون بپرداز. و میگه که حالا ممکنه یک عده از دانش آموزان حتی از این قضیه سوء استفاده کنن و خوب کار نکنن ولی نهایتا این بازدهش در طولانی مدت میتونه خیلی مثبت باشه و ایده هایی رو ایجاد بکنه از این طریق و زمان مثبتی رو ایجاد بکنه برای دانش آموز که برن سراغ کاری که واقعا ازش لذت میبرن و دوست دارن و از اون چیزی ممکنه در بیاد. پس اینم ایده دومشون هست. ایده سومشون Senate of Managers یا میتینگ بین منیجرها. اینو در مورد شرکت ها میاد در واقع توصیه میکنه. میگه خیلی وقتها این منیجرهای سطوح بالا یا مدیران سطح بالا راه حل هایی که ممکنه وجود داشته باشه در بین مدیران سطح میانی رو خیلی بهش در واقع فرصتی نیست که توجه بکنه. یعنی اینقدر سلسله مراتب اداری و بوروکراسی این فرصت رو از مدیران سطح میانی میگیره که بخوان ایده های خودشون رو تبادل بکنن با مدیران ارشد. میگه که خب
این ایده رو نویسنده ها ایجاد کردن، میگن که خب بیایم یه میتینگ ایجاد بکنیم که فقط از سطح مدیران میانی باشه بدون حضور مدیران ارشد. اینا بیان شروع بکنن به ایده دادن در مورد مشکلاتی که وجود داره و خیلی از این مدیران میانی غالبا در فیلدهای متفاوتی دیگری بودن که توی اون فیلدها یا توی اون شرکت‌ها یا توی برنامه‌های متفاوت ایده‌هایی رو کسب کردن، تجربیاتی رو کسب کردن از دیگران یا از فیلد متفاوت که میتونه در حل مشکل فعلی شرکت کمک بکنه، ولی مقفول میمونه. این میتینگ رو اینجا بگذارن و در واقع مدیران میانی مشکلات رو بررسی بکنن، در واقع بهشون ارائه بشه، بعد میتینگ تعطیل بشه و بعد خود این مدیران میانی در میتینگ بعدی بیان راه حل ارائه بدن و بعد توی اون جلسه‌ای باشه که راه حل ها ترجیحش بررسی بشه که کدوم راه حل حالا بهتر هستش که جلو بره و بعد بیان مرحله بعد اونو در مقیاس کوچیک عملی بکنن و نتایجش رو نشون بدن و در جلسه نهایی که با حضور مدیران سطح بالا هست و فیدبک اونها هم هست، در واقع تصمیم گیری نهایی رو در مورد اون راه حل ها انجام بدن. پس این سه تا راه حل رو پیشنهاد میده و این راه حل آخرش منو یاد کتاب The Silo Effect انداخت که خانم جیلیان تت نویسنده کتاب انتروویژن یکی از کتابهاش دیگرش بود که اشاره کردم در یکی دو فایل قبل، که اون هم به این مسئله سایلو اشاره کرده بود، یعنی آیسولیشن و جداسازی پرسنل شرکت که اینها انقدر در ایزوله هستن و از مشکلات همدیگه خبر ندارن که گاهی راه حل هایی که افراد همون شرکت توی یک بخش دیگه میتونن ارائه بدن از اون غافل هستن و این راه حل سوم من رو یاد اون کتاب انداخت و راه حل هایی که خانم جیلیان تت میده برای جلوگیری از The Silo Effect. و این بخش هم تموم میشه در اینجا. فقط خلاصه ای از این بخش رو من بگم که در این چه مشکلاتی در مورد تجربه وجود داشت در ارتباط با خلاقیت. یکی irrelevant past بود، گذشته ای که نامربوطه. اگه یادتون باشه در اول کتاب گفتم ایده هایی که ممکنه irrelevant information یا اطلاعاتی که نامربوط هستن در کجاها در بعضی جاها میتونن مشکل ایجاد بکنن. یه جاش اینجاست، irrelevant past، گذشته ای که ربطی به آینده نداره. دومی missing creative process، اون پروسه خلاق رو ما با شنیدن داستان‌های موفقیت یک شبه و ندانستن تاریخچه موفقیت که پشتش چه اتفاقاتی افتاده داستانی میسازیم که با واقعیت همراه نیست. سومی missing others experience، در واقع the illusion of originality یا توهم این که یک شخص ایدهش کاملا اوریجینال بوده، فارغ از اون که اون ایده بر مبنای در واقع دانش و تجربیات تعداد زیادی، شاید ده‌ها یا صدها آدم دیگه مبتنی شده و تجربه ما در واقع میاد میگه که نه، این شخص اومده این ایده رو کاملا اوریجینال درست کرد. چهارمی irrelevant focus بود، تمرکز نامربوط که همون موضوع inattentional blindness رو مطرح کردم یا tunnel vision. functional fixedness یا ثبات عملکردی رو مطرح کردم و competency trap و
اون ترپی که در اثر توانایی در یک شغل ایجاد میشه و اون ترپ میشه در واقع اون فارسیشو الان یادم رفته. ترپ میشه همون چیزی که برای حیوونا میذارن که اینا به تله میشه، تله کامپتنسی. و پنجمیش میسینگ فلو، جاهایی که ما میتونیم از فلو کارکنان استفاده بکنیم ولی اون رو نادیده میگیریم و شرکت‌هایی مثل گوگل اومدن این حالت رو ایجاد کردن با دادن زمان و فضای کافی به کارمنداشون برای اینکه مشکلات رو از طریق خودشون حل بکنن یا اصلا به پروژه هایی بپردازن که ربطی به کار فعلیشون نداره. ششمی میسینگ اتونومی که دادن کنترل به خود شخص باعث میشه که در واقع در همپوشانی داره با اون میسینگ فلو، بتونن اینا راههایی رو پیدا بکنن از طریقی که خودشون در واقع میتونن کشف بکنن با توجه به تجربیات قبلی که داشتن و اون 3 تا راه حلی که نویسنده ها در اینجا پیشنهاد کردن. خب به نظر میاد که طولانی داره میشه این فایل. من در اینجا تمام میکنم، فصول بعدی رو در فایل های بعدی ارائه میکنم. امیدوارم که این فایل و این بخش از کتاب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در قسمت بعد در مورد فصل 3 ندیدن خطرات، وقتی تجربه خطرات رو مخفی میکنه با شما صحبت خواهم کرد. خیلی ممنون که توجه کردید. فعلا خدا نگهدار.